شاه غورک اخشیدی سوخت. پس از ترخون سال 710 میلادی شاه غورک در سوخت به سر قدرت می آید. او می نویسد: سربازان عرب که بر مقابل ما آمدند بیشمار هستند. سربازان زیادی ما تلف یافتند. در نهایت سوغدیان با سروری غورک از اخشید فرغانه، از خاقانی ترک، از چاچ و از دیگر منطقه ها کمک طلبید. غورک در نامه به آنها گفت: امروز اگر مرا اشغال کنند فردا نوبت شما خواهد شد. انا برای همین بیایید با هم بر ضد عرب های استیلاگر مقابله کنیم. از این عمل سرلشکر عرب قتیبه ابن مسلم خبردار گردید. او به اتفاقچیان غورک ضربه زد و برای سرکوب کردن آنها برادرش عبدالرحمن را روان کرد. همین طور سوغدیان به یاری اتفاقچیان خود ماندند. جنگ وزنین عرب ها با غورک در شهر سمرقند بود. دشمنان 300 ماشین های دیوار شکن را آوردند. 30 خندق کندند. در نهایت عرب ها یک قسم دیوار را شکاف کردند. سوغدیان در حال آن را محکم کردند. سوغدیان با کمان های خود بر ضد آنها می جنگیدند. تیر خالی می کردند. آنها را نابود می کردند. پس از 1 ماه محاربه سوغدیان شکست خوردند. شرطنامه کردند. از روی این شرطنامه غورک باید به عرب ها 2 میلیون درهم تاوان می داد. از روی این قرارداد باید او به عرب ها هر سال 200,000 درهم روان می کرد. غورک اگر همه این گفته ها را اجرا می کرد در همان وظیفه خود می ایستاد. سال 712 مردم سمرقند باز شورش کردند. این دفعه عرب ها این شورش را بیرحمانه پخش کردند. در این جنگ بر ضد سوغدیانی در سمرقند بوده غیر عرب ها مردمان بخارا و خوارزم هم می جنگیدند. بعد از غورک دیوشتیچ به سر قدرت می آید. سال 714 قتیبه تاشکند. سال 715 فرغانه را ضبط می کند. سال 715 قتیبه بر ضد خلافت یعنی بر ضد حاکم نو سلیمان اسیان می کند. طی یک سوء قصد در همین سال قتیبه به قتل رسانیده می شود.